با سلام. آخرین پلیلیستی که توی این کانال تشکیل شد برای نظریه‌های روانشناسی تحولی کودک و نوجوان بود. از اینجا به بعد ویدیوی آموزش لغات تخصصی نظریه‌های شخصیت رو داریم و به ترتیب فصول کتاب شولتز که جلدش روی ویدیو بود و یکی از منابع کنکور ارشده پیش میریم. منتها کتاب فیست که الان داریم مشاهده میکنین هم مکمل کارمونه، به خاطر اینکه گسترده تره و اینجوری میتونیم تعداد گسترده ای از لغات تخصصی انگلیسی رو پوشش بدیم. اولین فصل هر دو کتاب فروید هست. فقط چیزی که تقاضامند و خواهشمندم بهش توجه کنین اینه که تعدادی از کلمات نظریه فروید توی ویدیوی نظریه رشد اون پوشش داده شدن و برای اینکه خیلی این ویدیو طولانی نشه با اجازهتون من اونا رو تکرار نکردم. بنابراین ازتون میخوام به هیچ وجه تماشای اون ویدیو رو از دست ندین که هیچ کدوم از این کلمات پایه از دستتون در نرن. بالای صفحه اون ویدیو بهتون پیشنهاد میشه، میتونین همین الان اول اون رو ببینین، بعد به این ویدیو برگردین، یا نه اصلا از این ویدیو خارج نشین. انتهای این ویدیو هم اون ویدیو بهتون پیشنهاد میشه روش کلیک کنین. این ویدیو پارت سوم آخر از 3 پارت نظریه‌های شخصیت فرویده. ثانیه‌های آخر این ویدیو به پارت 1 که عناوین شخصیت‌های به وجود اومده از مراحل رشد فروید هست و پارت 2 که واژگان مربوط به مفاهیم هوشیار و ناهوشیاره لینک شده. خب نوبتی هم باشه نوبت مکانیزم‌های دفاعی. در مجموع مکانیزم‌های دفاعی شولتز و فیست 12 تا مکانیزم دفاعی داریم که یکیشون همین انکار یا دینایال باشه رو توی ویدیوی ملانی کلاین گفتم. 4 تا دیگر رو توی همون ویدیوی رشد فروید گفتم. سرکوب یا ریپرشن، واپسروی یا ریگرشن، برونفکنی یا فرافکنی پروجکشن و درونفکنی اینتروجکشن. اما به صورت جزئی بریم سراغ مکانیزم های نگفته شده. تثبیت که یعنی گیر کردن توی یکی از مراحل قبلی رشد. از فیکس میاد که میشه ثابت شدن و ثابت کردن به صورت اسم. تثبیت. فیکسیشن، 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 فیکسیشن. مکانیزم دلیل تراشی که صبح تا شب جلوی بقیه داریم ازش استفاده میکنیم و بعد در جواب اون میگن بهونه نیار یا توجیه نکن، میشه rationalization که rational به معنای عقلانی و منطقیه و این پسوند ایزیشن یعنی اینکه چیزی رو عقلانی بکنیم، به این معنا که وقتی ما دلیل تراشی میکنیم سعی میکنیم به اتفاق و اشتباهی که افتاده معنا بدیم. پس مکانیزم دفاعی دلیل تراشی rationalization، 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 rationalization. مکانیزم دفاعی واکنش وارونه یعنی ما بیایم به احساسات و افکاری که برامون قابل قبول و پذیرش نیستن دقیقاً به شکل متضاد واکنش بدیم، یعنی بپذیریمشون و قابل قبول بدونیمشون. مثل حرفایی که به عنوان روشنفکری توی فضای مجازی زده میشه و اتفاقا ممکنه طرف تو زندگی واقعی اون عقاید رو نداشته باشه. یا یه مثال دیگه این که مثلا از یک والدمون نفرت داریم اما مواجه شدن با این تنفر برای ما خیلی اضطراب آوره، پس به صورت افراطی محبت و خدمت میکنیم. برای واکنش که یک کلمه خیلی راحت این ریاکشن رو داریم و درسته که دومین کلمه این اصطلاح وارونه بیان شده ولی توی انگلیسیش فورمیشن رو داریم، یعنی صورتبندی جدید واکنشمون. به هر حال چون فرم رو داره خیلی راحت هست. reaction formation، reaction formation، reaction formation. مکانیزم دفاعی عملزدایی تفاوت مویی با واکنش وارونه داره. واکنش وارونه روی فکر و احساس متمرکزه که حالا منجر به رفتار میشه. روی جایگزین کردن احساسات و افکار ناخودآگاه با احساسات و در نتیجه رفتارهای متضاد و سرکوب کردن اون ناخودآگاهی که اضطراب آورن تاکید داره. توی عملزدایی
دقیقاً با انجام یک عمل خاص میخوایم یک فکر یا حتی عمل قبلیمون رو پاک و خنثی کنیم. واژه انگلیسیش هم راحته، از 3 بخش تشکیل شده. آن که فعل رو منفی میکنه، فعل که دو هستش و ING که به عمل در حال اتفاق افتادن اشاره داره. undoing 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 یعنی ما عملی که اتفاق افتاده رو آن میکنیم انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده. توی 2 مکانیزم قبلی یه جور جابجایی وجود داشت. حالا یه مکانیزمی داریم که عملاً اسمش جابجاییه. این اعتراضی که به طرف مقابل میکنیم که صورت به اونا نمیرسه سر من خالی میکنی، یعنی اینکه اون شخص مقابل از مکانیزم جابجایی استفاده کرده. واژه انگلیسی این هم در واقع از 3 بخش تشکیل شده. this منفی میکنه place برای مکان و meant هم که یکی از پسوندهای اسم کننده است، چون displace فعل جابجا کردن و جانشین و جایگزین کردنه. displacement displacement displacement. حالا برای مکانیزم بعدی فکر کنیم که اون کسی که می اومد خشمش رو جابجا می‌کرد اصلا خشمش رو که یه احساس و هیجانه رو بیاد از آگاهیش جدا بکنه، فکرش از احساسش جدا بشه و در عمل وقتی از اون آگاهیه حرف میزنه یا بر اساسش رفتار میکنه هیچ نشونی از احساس یا فکر دردناکش نبینیم. در واقع یه جور انکار هیجان اتفاق میفته، ولی اون قضیه نمیره مثلا توی زباله‌دانی ناهوشیار، فقط از هیجان ما نسبت بهش جدا سازی میشه. برای انگلیسی جدا سازی ایزوله کردن یا ایزوله شدن یا ایزوله بودن رو شنیدین؟ خب این تلفظ فارسی در واقع از انگلیسی isolate میاد که فعل isolation اسم هستش، در نتیجه معنی انزوا و جدایی میده و ترجمه فارسیش توی کتاب منبع جدا سازی بود. isolation 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 isolation. برای آخرین مکانیزم دفاعی میخوایم سالم ترین مکانیزم دفاعی رو بگیم. مکانیزم های دفاعی 100% که مخرب نیستن، چون دارن از ما در برابر اضطراب‌ها محافظت میکنن، منتها میزان مثبت و منفی بودنشون متغیره. این مکانیزم مثبت ترینه و دلیلش هم اینه که توش سازندگی هست. یعنی مثلا یک ترومایی وجود داره و فکر کنید که بیایم ازش یه نمایشنامه‌ای بنویسیم، فیلمی بسازیم، موسیقی، چون که ایجاد کردن و تولید کردن و دادن چیز جدیدی به دنیا رو شامل میشه، مکانیزم دفاعی قشنگیه و درسته والایش معنی تصفیه و پاکسازی رو میده، ولی معنی تحول مثبت رو هم میده. انگلیسیش هست sublimation 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 sublimation. چون یکی از مثالهای بارز والایش خلق موسیقی هست، فایلای سابلیمینالی که توی فضای مجازی وجود داره میتونیم از سابلیمینال برای نشونه گذاری سابلیمیشن استفاده کنیم. سابلیمیشن سابلیمیشن سابلیمیشن. حالا میخوایم 2 اصطلاحی رو که توی جلسه درمان اتفاق میفتن یاد بگیریم. یکی مقاومت مراجع هست در برابر روانکاو که میشه resistance 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 resistance. و دیگری انتقال هست که دقیقا مثل این سیم برق مراجع میاد چیزی که در درون خودش هست و انتقال میده به روانکاوش. ممکنه که از دست روانکاوش عصبانی بشه، بد و بیراه بگه، در حالی که تقصیر اصلا گردن روانکاو نیست. ترانسفر کردن مثلا شاید شنیده باشین. خب فعل انتقاله. اگر بخوایم اسمو بدونیم یه انس آخرش داره. transference. یک وضعیتی که میتونه توی سخن گفتن برامون توی روزمره هر جایی با هر کسی پیش بیاد،
کنش پریشی هستش که البته فقط هم توی خطاهای گفتاری محدود نمیشه. خطاهای نوشتاری یا رفتاری رو هم شامل میشه که توی هر سه اشتباه، جایگزینی یا فراموش کردن اتفاق میفته. اگر میخواید بهتون ثابت بشه که این خطاها دلایل ناهوشیار دارن و فقط چیزایی که میگه مثل حواس پرتی و خنگی و گیجی نیستن، میتونید کتاب آسیب شناسی روانی زندگی روزمره نوشته فروید رو مطالعه کنید. پراپرکس. با این 2 حرف اضافی به قصد تداعی‌گری یکم اذیتتون کردم. پراپرکس که توی کتاب منبعمون این بود، اما ممکنه پراپرکسیس رو هم ببینین که می نویسن و میگن پراپرکس. چیزی که آخر این ویدیو برای خودم و شما آرزو میکنم پختگی روانیه که نادری خودشو داره، به خاطر اینکه ما همواره از نظر فروید در معرض روان رنجوری هستیم و پختگی روانی همون داشتن روان سالمه. برای روانی سایکولوژیکال رو داریم و برای پختگی به معنای خردمندی هست، چون کلمه maturity رو داریم. mature میشه عاقل و خردمند و موی سفید و پخته و اینا. psychological maturity